خب برای چشیدن الگوی این سوتن ما نیاز داریم به 2 اندازه آکارتمان و اندازه دور زیر سینه و برای به دست آوردن این عدد ما عدد 80 رو تقسیم بر 10 میکنیم و 8 میاد و ما این 8 رو به ذهن میسپاریم و اندازه 2 آکاردمان چه شد 8 خط رسم میکنیم به علاوه 1.5 سانت میکنیم. به این شکل به علاوه 1.5 میکنیم این خطمون رو و برای عرض کادرمون حدود 1 آکاردمان چه 8 شده بود به علاوه 3 سانت میکنیم. به این شکل و کادرمون رو کامل میکنیم به این صورت. بعد میایم از اینجا نصفش رو پیدا میکنیم، از اینجا تا اینجا نصفش رو به دست میاریم و از اینجا تا اینجا نصفش رو پیدا میکنیم ولی 1.5 سانت پایین میایم و علامت میزنیم از نصفش به این صورت و از اینجا حدود 1.5 سانت داخل میشیم، 1 سانت از طرف چپ داخل میشیم و این خط ها رو به هم به این صورتی که من وصل میکنم وصل میکنیم و اینا رو به صورت هلال ملایم به این شکل. این شد تیکه 1 و اینجا میشه پهلو و اینجا میشه جلو و برای تیکه دوم رسم خط تیکه دوم ما از اینجا تا اینجا و اینجا با متر ایستاده اندازه میزنیم هر چقدر شد